سلام، وقت همگی بخیر. میخوام تشکر کنم از این مجموعه که به نظر من هم موضوع مناسبی انتخاب کردن، هم تایم مناسبی رو. ولی قبل از اون میخوام بگم که این چیزایی که من دارم تعریف میکنم دریچه دید کسیه که تو حوزه پریمیوم برندینگ کار کرده، نه حوزه لوکس و حوزه فست فشن. به نظر من موضوعات با توجه به دریچه دید آدما میتونه تعاریف مختلفی داشته باشه و معنی مختلفی هم داشته باشه. به نظر من ساخت پریمیوم برندینگ از همه حوزه ها سخت تره. حالا دلایلم رو عرض میکنم خدمتون. تو حوزه فست فشن عمدتاً شاید متریال خیلی مهم نباشه، محیط زیست خیلی مهم نباشه، قیمت خیلی مهمه، تبلیغات خیلی مهمه، تیراژ هم خیلی مهمه. تو حوزه لوکس به نظر من حوزه کاملا متفاوتیه. همونجوری که به نظر من همه شما هم میدونید، مثالش اگر بخوام بزنم، مثلا شاید کیف بریکین هرمس، نوع تبلیغات، بحث عرضه و تقاضا، بحث کیفیت محصول یه حوزه متفاوتیه که بیشتر به نظر من بحث روانشناسی مارکتینگ داره توش دخالت میکنه تا کوالیتی محصول. ولی حوزه‌ای که امروز بحث ماست و کمتر به نظر من تو این کشور بهش پرداخته شده، بحث پریمیوم برندینگه. این که به نظر من تو پریمیوم برندینگ حوزه‌های که مشتری داره بهش اهمیت میده خیلی حوزه‌های زیادیه. تو پریمیوم برندینگ مشتری به قیمت اهمیت میده، به کوالیتی اهمیت میده، به تبلیغات اهمیت میده، به دیزاین محصول خیلی اهمیت میده، به خدمات پس از فروش اهمیت میده، به خدمات حین فروش هم اهمیت میده. یعنی این از دریچه دید منه که من یه جورایی شاید با گوشت و پوست و استخون لمسش کردم. حالا این که موفق بودم یا نبودم و فکر میکنم که بیشتر باید مشتریا و مخاطب اینو قضاوتش بکنه. ولی این که چرا من این حوزه پردردسر رو انتخاب کردم، من فکر میکنم که تو ایران یه رنسانس فرهنگی خرید داره اتفاق میفته یا اتفاق افتاده. دلیلش چیه؟ دلیلش رو میذارم تو آیتمای بعدی توضیح میدم، ولی یه تاریخچه 2 دقیقه‌ای میخوام خدمتتون عرض کنم از خودم، اینکه چجوری با پریمیوم برندینگ آشنا شدم. من توی خانواده تقریبا پوشاکی بزرگ شدم که پدرم، عموهام و حالا اقوامون عمدتاً تو کار پوشاک بودن، ولی تو کار پوشاک قیمت مناسب. یعنی فروشگاه هایی که قدیم بود مثلا شاید کالسکه میفروخت، تخت میفروخت، لباس عروس میفروخت و کتشلوار مثلا دامادی هم میفروخت و یه حوزه‌ای هم داشتن که به صورت عمده پخش میکردن همینا رو تو بازار و یه قسمتی هم کار بلور و چینی انجام میدادن، اونم به صورت عمده بود. من شناخت پریمیوم برندینگ رو از دل همین نقاط ضعف این سیستمایی که میدیدم به دست آوردم. یعنی علاقم چون به حوزه پوشاک زیاد بود، از سن 7-8 سالگی هی بهونه میگرفتم، بعد میرفتم فروشگاه پدرم، چون اونجا هم شرایطی بود که به من خیلی خوش میگذشت و مورد علاقم بود. این باعث شد که یه جورایی تقریباً بشناسم ضعف‌ها و کاستی‌های اون حوزه رو و تو سیستمی که من خودم بعدها تونستم راه بندازم اون نقاط ضعف رو برطرف بکنم. عرض کنم خدمتون، من میدیدم که مشتری یه تایمایی برای مثلا پرو لباس زیاد صرف میکنه، منتظر میمونه، یا مثلا میدیدم که خدمات پس از فروش تو اون حوزه درست نبود. من سعی کردم که شناختم، یعنی یه جورایی از ضعف‌های اون سیستم پریمیوم برندینگ رو تشکیل بدم. بعد از یه مدتی خودم فکر کردم که این دردسرای این حوزه زیاده
ولی متوجه اون رنسانس فرهنگی شدم. یعنی دیدم الیت خودساخته جامعه داره به یه نتیجه هایی میرسه که چی؟ اگر من جامعه‌مو درست نکنم من نمیتونم بیزینس خودم هم گسترش بدم. یه مثال بزنم خدمتتون. یه دفعه یکی از سازنده های بزرگ تهران اومد فروشگاه. منم تقریبا هفته یه جلسه تو خود فروشگاه حاضر میشم که یه جورای مشتری رو حس کنم. دیدم ایشون محصولاتی که معرفی میکنه، مثلا بچه ها دارن بهش معرفی میکنن، ایشون مشکل مثلا پرداخت مبالغ بالا نداشت. ولی دیدم بچه ها میگن این محصول ایرانیه، دارن توضیح بهش میدن و اون محصول خارجیه. البته ما تقریبا شاید 5-6% محصولاتمون خارجی باشه، 94-5% ایرانیه. من دیدم ایشون تمام تمرکزش رو محصولات ایرانی میذاره. من یه مهمون داشتم، یه عذرخواهی کردم، رفتم با ایشون یه سلام علیک کردم، گفتم که شناختمشون. بعد اینکه یکم با هم صحبت کردیم، گفتم که من میفهمم که شما میفهمید، یعنی که حس کردم که دغدغه وطن پرستی داره و دغدغه ناسیونالیستی داره، ولی یه تعریف دیگه ای رو برای من آوردیشون که یه جورایی بحث ناسیونالیستی نبود، یه بحث خودخواهانه ناسیونالیستی بود. یعنی این یه تفاوتی داره با ناسیونالیستی که به نظر من شاید عمدتاً معرفی میشه. حالا میگم چرا. بحثش این بود، میگفت که اگر من از کارگر ایرانی حمایت نکنم، از کارمند ایرانی حمایت نکنم، باعث میشه که این محصولات تولید نشه و کارگر ایرانی بیکار بشه. وقتی کارگر ایرانی بیکار میشه، یه تهدید میشه برای سیستمی که من دارم توی این جامعه گسترش میدم. من پیش خودم حس کردم چقدر ایشون خودخواه درستیه. یعنی خودخواهی همیشه بد نیست. بعضی موقع این خودخواهیه میتونه اشتراک منافع با جامعه هم داشته باشه. یعنی اینی که همه میگن اگر طرف خودشو دوست نداشته باشه، مطمئناً هم نمیتونه برای جامعهش مفید باشه. اینو من در ایشون حس کردم. و اینکه از اون کاغذم یه ذره بخونم. و اینکه احساس کردم یه چیزایی داره فرق میکنه. یعنی جامعه ما که قبلا به صورت شایدم یه عده‌ای بگن الانم به صورت دو قطبی هست، یعنی یه عده‌ای صرفاً دارن بیش از حد از محصول خارجی حمایت میکنن، یعنی محصول ایرانی میشه نگاش نمیکنن، و یه عده‌ای هم دارن بیش از حد حمایت میکنن. به نظر من جفتش غلطه. یعنی حمایت بیش از حد غلطه که خروجی شاید بشه ایران خودرو، شاید بیش از حد غرب زده بودنم غلطه. این که چی درسته به نظر من هنر حفظ تعادله که من فکر میکنم یکی از فاکتورهای مهم مدیریته. همین خواستم حرفامو بزنم. تشکر میکنم. مرسی.